بنابراین وقتی که زمان آخرهای شوروی بود قاضیات کشاده شد، بعضی داملاهایی که مثلا فهمشان کمتر است متعصب هستند و قاضی گفتند که کتاب‌های مقصد غیر حنفی را نداریم به تاجیکستان. بعد ایشون قاضی پاسخ گفتند که آخر شوروی اینقدر زمانی با قوت بود، اینقدر قدرت داشت، کگب داشت، تماجنی داشت، اینقدر یعنی با قوت و با ابرقدرتیش کتاب‌های آنتی کمونیستی را منع کرده نمیتونست. یعنی به داخل تاجیکستان عمومی شوروی کتاب‌های کمونیستی می درآمد، کتاب‌های بر ضد کمونیستی تنقید میکنه، ساخت کمونیستی را کتاب‌ها وارد میشدن. ما هیچ قدرت نداریم، ما یک قاضیات خالی هستیم، یعنی این کار قدرتش نداریم. علاوه بر این به این قانون خودی ما داملاها عمل کرده نمیتونیم. گفتن هر یکی شما تفسیر جلالین دارید که امام جلال الدین محلی الله تعالی رحمت کند، همچنین جلال الدین سیوطی این کتاب 2 نفر نوشتن و تمام این همین قاضی گفتن مخصوصا همین کتابه که این به این قانونی که الان شما پیشنهاد کردید خودتون عمل کرده نمیتونید. همه شما در خانه‌تون تفسیر جلالین دارید که او مذهب شافعی هست و عقیدتان گرید اشعری هست، اونا ماتوریدی بودن و یعنی که خلافه، لیکن همه میخواند کتاب تفسیر جلالین را. از این بدترش از تفسیر کشاف اکثری داملاها دارد. کتاب تفسیر کشاف در تاجیکستان رایج است، صاحبش معتزلی هست، اگرچه در مذهب حنفی است ولی در عقیده معتزلی هست، یعنی بیرون میشود گفت از اهل سنت و فرقه گمراه، ولی همتون دارتون این کتابای. یعنی که این قانونی که شما میگویید که فقط کتابی حنفی را واردی تاجیکستان کنیم، به این خودی یگان کس عمل کرد نمیتونه. در خانه اما ریاض الصالحین ما در مدرسه ای که به نام ابو حنیفه است در مدت 4 سال کتاب ریاض الصالحین خوانده. از آنی کی است؟ از آن امام نووی، مذهب شافعی است. داملاها و عالم‌هایی که مثلا میفهمیدند، از علم با خبر هستند، تعصب یک سو گذاشتند، از همه کتاب ها استفاده میبرند.